انواع العباده میفرماید، یعنی که نوعهای عبادت. انواع جمع نوع است، انواع جمع نوع است، یعنی که به مانند مثال ها یا که صنف ها، گروه ها تقسیم می شود. انواع العباده یعنی آن نوعهای عبادتی که خاص الله سبحانه و تعالی قرار داده شوند با فروتنی و بیچاره حالی، و آن نوعهای عبادتی که الله سبحانه و تعالی ما را با آن امر کرده است، ما را با آن نوعهای عبادت امر کرده است. ما این نوعهای عبادت رو تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بدهیم. پس انواع جمع نوع بود است، انواع جمع نوع بود است. پس نوعهای عبادتی که ما از برای الله سبحانه و تعالی باید قرار بدهیم خیلی بر کثرت زیاد هستند. ما بعضی از این نوعها رو برای شما ذکر می‌نمیم در این درس امروزی قرار داریم. نوعهای عبادت یعنی آن عمل‌ها و سخن‌هایی که انسان باید خاص الله سبحانه و تعالی قرار بدهد. چی ان همین نوعهای عبادت واجب باشند، در حکم وجوبیت، در حکم فرضیت داخل شوند، چی مستحب باشند، چی مستحب باشند. چون نوعهای عبادت هستند که انجام آنها واجب است، نوعهای دیگری از عبادت هستند که انجام آنها این مستحب است. پس از بزرگترین نوعهای عبادت این اسلام و ایمان و احسان است. از بزرگترین نوعهای عبادت این اسلام و ایمان و احسان است که دین اسلام بر این قائم شده است. دین اسلام بر این سه اساس عظیم قائم شده است. از نوعهای عبادت که در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی ذکر می‌نماید، از بزرگترین نوعهای عبادت منه می‌فرماید، یکی از آن قسمت از نوعهای بزرگ از عبادتی که در اینجا باید قرار بگیرد، چون اساس تمام نوعهای عبادت که در نزد الله سبحانه و تعالی قبول می‌شود بر اسلام است، بر ایمان است، بر احسان است، با این سه درجات. پس تمام این نوعهای عبادت، چه قولی باشد، زبانی باشد، چه فعلی باشد، عملی باشد، چه بر جوارح باشد، اعضای بدن باشد، همه انمی اعمالی که ما انجام میدهیم همه اینا برمیگردد به انمی سه مرتبه، بر اسلام، بر ایمان، بر احسان، بر این سه مرتبه قرار میگیرد. ثم قال رحمه الله تعالی، سپس مؤلف رحمه الله تعالی فرمود و منه، یعنی بعضی از این نوعهای عبادت، بعضی از نوعهای عبادت یعنی بعضی از بزرگترین نوعهای عبادتی که صرف آنها در غیر الله جایز نیست، و هر کسی که اگر که این نوعهای عبادت در غیر الله صرف کرد و از جمله مشرکین قرار میگیرد یا که بر الله سبحانه و تعالی شرک آورده است. مؤلف برای ما شما این نوعها رو ذکر می‌نماید. اول به شکل مختصر اینها رو بیان می‌نماییم که سپس هر یک اینها رو بر شما ان شاء الله تفسیر و بیان خواهیم کرد. از بزرگترین نوعهای عبادت که صرف کردن آنها در غیر الله جایز نیست، این دعا کردن، دعا هست. و خوف، ترس میگویند، رجا، امیدواری، توکل کردن، و رغبت کردن، رهبت، ترس، خشوع، و خشیه میگویند، ترس با علم، و انابه، رجوع به سوی پروردگار کردن، به سوی دین او کردن، به سوی اسلام کردن، و استعانه، کمک یاری، و استعاذه، و همچنین کمک درخواست کردن، و ذبح، قربانی، نذر کردن، و غیر ذلك من انواع العباده، و غیر از این نوعهای عبادت دیگری از نوعهای عبادتی که هستند باید از برای الله سبحانه و تعالی این نوعهای عبادت قرار بگیرند. تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرند، نه از برای کسی دیگری، نه از برای چیز دیگری، نه از برای کسی دیگری، نه از برای چیز دیگری. چون صرف این نوع عبادت در غیر الله سبحانه و تعالی شرک حسابیده می شود و هر کس که بر غیر الله سبحانه و تعالی شرک آورد از دایره اسلام خارج می گردد. در غیر الله صرف کردن اینها این انسان برای خود ظلم و ستم بزرگی را قرار داده است. پس از این نوع عبادت که هر یک از اینها رو مبارش بیان میکنیم. خوف ما گفتیم، ما قسمت اول از دعا هست. دعا کردن که ما میدونیم که دعا با خود قسمت‌ها دارد، ذکر خواهیم کرد ان شاء الله. چون رسول الله گفتن الدعاء هو العباده، دعا خود عبادت است گفتن صلی الله علیه و سلم. خوف گفتیم ترس از الله سبحانه و تعالی، نه ترس طبیعی. ترس مثلا انسان از یک شخص میترسد، از یک انسان مثلا ظالم میترسد یا که از یک در حیوان درنده میترسد، نه این گونه ترس. این ترس طبیعی در این داخل نمیشود، بلکه ترس عبادی باشد، ترسی که در آن عبادت داخل شود به قلب. و همچنین رجا گفتیم در اینجا رجا میگویند، یعنی که امیدواری. رجا چرا میگویند؟ رجا امیدواری میگویند. امیدواری کردن، امید بستن بر رحمت الله سبحانه و تعالی. سپس توکل هم این نوع از نوعهای عبادت است که برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد. یعنی سپردن تمام امور برای الله سبحانه و تعالی، در تمام حیات زندگی خود به الله سبحانه و تعالی تکیه کننده باشی. توکل میشود این. پس رغبت کردن میگیم، یا که آرزو و محبت شدید. همچنین واسه چیزی اگر انسان چیزی رو اگر که دوست بدارد واسه آن رغبت میکند، به یک آرزو و محبت شدید واسه آن چیز برمیگردد، رهبت میشود. سپس همچنین رهبت این یک نوع از ترس است با احتیاط کاری از عذاب او سبحانه و تعالی. و خشوع
خشوع میشود. دیگر قسمت از نوعهای عبادت خشوع میگویند. خشوع فروتنی میگوییم ما، میگه نماز تا با خشوع بخوان، با فروتنی بخوان، با خاکساری بخوان. و دیگر خشیه میگویند. بعد خشوع خشیه میشود. خشیه ترسی با علم است. خشیه رو چی میگویند؟ ترسی با علم میگویند، یعنی که انسان از الله سبحانه و تعالی با علم بترسد. از الله سبحانه و تعالی با علم بترسد. الله سبحانه و تعالی را با اسما و صفاتش بشناسد و بداند و امید رحمت الله سبحانه و تعالی بنماید. و اینابه می شود دیگر قسمت از اقسام عبادت ها. اینابه میگویند. این اینابه روی آوردن، بازگشتن به سوی الله سبحانه و تعالی با توبه و محبت را میگویند. سپس استعانه می شود دیگر از نوعهای عبادت. درخواست یاری تنها از الله سبحانه و تعالی باید قرار بگیرد. و سپس استعاذه می شود، پناهجویی به الله سبحانه و تعالی از شر و بدی ها. و سپس استغاثه میگویند دیگر از نوعهای عبادت. استغاثه یعنی کمک در وقت سختی، انسان در شدت در سختی میافتد، استعاذه از الله سبحانه و تعالی کمک یاری میجوید. سپس ذبح میشود دیگر از نوعهای عبادت. یک از بزرگترین نوعهای عبادت ذبح، قربانی میشود. ذبح این قربانی رو میگویند. از برای الله سبحانه و تعالی تمام قربانی قرار بگیرد، نه از برای غیرش، نه از برای غیرش، چون قربانی از برای غیرش این شرک حساب می شود. سپس نظر می شود. ما نظر کردن میگیم، انسان در یگان حالت نظر می نماید. نیت کردن، نیت میکنی با آن نیت باید وفا نمایی. بر همان نیتی که کردی با همون نیت باید انسان چیکار نماید؟ وفا نماید. این در آخر چی فرمود؟ و غیر ذلک من انواع العباده. و غیر از این نوعهای عبادت، و غیر از این نوعهای عبادت که باید از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرن. و غیر ذلك من انواع العبادت و غیر ذلك و مثل صبر در روی الله سبحانه و تعالی. صبر در روی الله این عبادت است. و نیکی به پدر مادر این عبادت است. صله رحم این عبادت است. جهاد در روی الله سبحانه و تعالی از بزرگترین عبادت هاست. چی میفرماید؟ کلها لله تعالی. پس همه این نوعهای عبادت، چی ذکر کردیم چی ذکر نکردیم، کل از لفظ است. تمام نوعهای عبادت که در اینجا ذکر شد و چی ذکر نشد گوناگون است. نوعهای عبادت چی قولی و چی فعلی و چی زبانی باشد، پس همه اینها آن عبادتایی که الله امر کردگی است باید از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرن. برای همین دیگه فرمود مصنف میگه ما لم یذکره لله وحده لا شریک له. آن عبادت‌های دیگری که ذکر نکرده است باید همه این از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، چون او سبحانه و تعالی شریک ندارد. کلها لله تعالی. همه نوعهای گوناگون عبادت از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد گفت مصنف رحمه الله تعالی.